گردون نبود تحفه پنهان بیش، پنهان چو بود نیست به تو آن بیش. اندر نگه باز بیابی گنجت، پلک نگهت نیست نگهبان بیش. گر چشم دلت باز نگردد هرگز، دریافت نشد لقمه یک نان بیش. ور دیده و دل باز بگردد هر دو، تو گنج بیابی که شد از نان بیش. گر باغ بخواهی چو گل باید پاخت، بی پختن ما نیست بیابان بیش. گر نور خودت دیر منور نکند، دیرت نشود خانه زندان بیش. بلبل شود آزاد ثنا می خواند، در بین قفس نیست عزاخوان بیش. گر دل بشود زنده تو هم زنده شوی، بی دل نشوی مرده بی جان بیش. گر باد هدف داشت هدف رقص شود، بی رقص سما نیست چو طوفان بیش. این زندگی ما چو بهاری باشد، وین بلبل دل نیست غزل خوان بیش. هموطنان عزیز، من این شعر را امروز نوشته کردم و بعضی بیت های از این را من میخوایم درباره‌اش یکمک صحبت هم داشته باشم. در شروع زمانی که ما از تحفه صحبت کردیم، او تحفه را ما چی رقم میتونیم پیدا بکنیم. من همیشه در مورد تحفه صحبت میکنم. تحفه ما همو دیدگاه خاص و منحصر به فرد ما است درباره زندگی. کور ما فقط وقت میتونیم پیدا بکنیم که نه تنها چشمان ما باز شود، بلکه چشمان ما زمانی که باز میشه هم به طرف دنیای بیرونی باز شود و هم به طرف دنیای درونی. به اینجا ما گفتیم که پلک های ما مثل نگهبان هستند که هم گنج را پنهان کردن. اگر هم ما پلک های خود را باز بکنیم، چشم خود را باز بکنیم، این فقط چشم باز کردن کافی نیست. دل ما هم باید باز باشه، یعنی ما با دنیای درونی خود هم باید آشنا باشیم. زمانی که ما چشمان خود را باز میکنیم و به دنیای درونی یا به قلب خود هم سر میزنیم و از هر دو دنیا آگاهی پیدا میکنیم و او ارتباط ناگسستنی که بین دنیای درونی و بیرونی موجود داره او را درک میکنیم و یا کشف میکنیم و ما پیدا میکنیم که دنیای بیرونی فقط یک انعکاس از دنیای درونی ما هست. در این صورت دنیای بیرونی سینکرونایز میشه، در یک سینک مثل یک رقص سما میه با دنیای درونی ما و ما یک دیدگاه بسیار خاص را در باره زندگی پیدا میکنیم که همین دیدگاه ما گنج است و همین باعث میشه که ما گنج واقعی را دریابیم. در غیر از او ما اینجا گفتیم گر چشم دلت باز نگردد هرگز، دریافت نشد لقمه یک نان بیش. ما چشم خود اگر باز بکنیم و فقط تمام تمرکز ما روی دنیای بیرونی باشه، ما فقط یک گنجی میابیم که یک لقمه نان است برای بقا. ما فقط میتونیم زندگی خود پیش ببریم، زنده بمانیم، ولی واقعا زندگی کردن نمیتونیم چون گنج واقعی را ما پیدا نکردیم. دنیای درونی و بیرونی ما با هم در یک سینکرونیسیتی مثل یک رقص سما نیامده. ولی زمانی که ما هر دو دیده و دل خود هر دو را باز میکنیم، گنج واقعی را پیدا میکنیم که میشه از نان بیش، از یک لقمه نان بیشتر، از بقا بیشتر، از فقط زنده ماندن بیشتر، که میشه زندگی. و ما بار در اینجا باز هم یاد کردیم که مثلا گفتیم اگر باغ بخواهیم باید خود ما گل شویم. اگر هم در دیر باشیم که همه ما آشنایی داریم، دیر قرار است یک جای مقدس باشه که در اونجا ما دنبال نور میریم. به هر دیری که ما بریم اگر نور قلب ما روشن نشه، اگر ما قلب خود را باز نکنیم و از اون نور در او دیر نتابه، او دیر باز هم تبدیل میشه به یک خانه تاریک و
و یک زندانه، چون نور اصلا در دیر پیدا نمیشه. نور در قلب ما پیدا میشه، دیر فقط یک بهانه است. زمانی که نور قلب خود ما پیدا کنیم همه دنیا تبدیل میشه به یک دیر. درست است؟ و اینجا بلبل هم صحبت از بلبل که شده، اگر بلبل آزاد باشه حمد و ثنا میخوانه. اگر قلب ما باز باشه، نور قلب خود را پیدا کرده باشیم و به بیرون انعکاس بدیم، مثل یک بلبلی است که ترانه میخوانه، بلبل آزاد. ولی اگر درهای قلب ما بسته باشه، مثل یک بلبل است که میخوانه ولی او یک عزاخوان است، در ماتم است. ما شاید این خیال و توهم را داشته باشیم که ترانه میخوانه، ولی نه، او حمد و ثنا و ترانه نیست. او فقط او بلبل یک عزاخوان است، مثل قلب ما که درهایش بسته است و داخلش هم تاریک مانده، چون نورش ما پیدا نکردیم. خلاصه در مورد هدف زندگی هم صحبت کردیم. در زندگی همیشه فراز و نشیب هست، مثل بادهایی که می آید. گرد باد هم هست، گرد باد هم هست. برازی بادها و طوفان‌هایی که در زندگی ما می آید، اگر ما هدف نتیم، اگر ما درس‌های نگیریم که آگاهی ما را زیادتر بسازه و نور قلب ما را بیشتر بسازه، اینا فقط طوفان و گردباد و گردباد میمانند. ولی اگر بر از اینا ما یک هدف بتیم، میشه مثل یک رقص سما. خدا کنه که ما از این شعر یک چیز آموخته باشیم. تشکر که توجه کردین. شب و روز خوب داشته باشین.